نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت کلام الله مجید و تدبر در آیات آن زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در این برنامه به همراه شما عزیزان سروران در سوره مبارکه حشر به شرح مختصر آیات این سوره عظیم خواهیم پرداخت. نام دیگر این سوره بنی نضیر هست. بنی نضیر یکی از سه طایفه بزرگ یهود ساکن مدینه بودند و قوی ترین اونها قبیله بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه. طایفه بنی نضیر بسیار بر علیه رسول الله علیه السلام و بر علیه اسلام و مسلمین نقشه ها می کشیدن و سران اونها بسیار بر علیه اسلام کار می کردن. حیی ابن اخطب رئیس اونها بود و سرداران اونها کعب ابن اشرف. قبل از این حکایت یعنی حکایت غزوه بنی نضیر که بر علیه اونها اتفاق افتاد به دست مسلمانان کشته شد و هلاک شد. و بنی نضیر از طایفه های قدرتمند یهود و ثروتمند یهود در مدینه منوره بودند. بنی نضیری ها بعد از غزوه احد در سال چهارم بعثت در سال چهارم هجرت در مدینه منوره بر علیه مسلمان ها همچنان دسیسه های اونها ادامه داشت و بر شخص رسول الله علیه السلام قصد کردند تا ایشون رو به شهادت برسونن. روزی رسول الله علیه السلام به همراه برخی از اصحاب رفته بودن به محل بنی نضیر و در طایفه اونها تا از اونها برای جمع دیه‌ای که دو نفر از صحابه رسول الله علیه السلام در مدینه انجام داده بودند و هم پیمانانی از مسلمان ها رو در منطقه‌ای که نمی‌دانستند کشته بودند دیگه بعد به اونها پرداخت میشد، به اون قبیله‌ای که از اونها آدم‌های کشته شده بود. چون پیمان امنیتی مشترک با هم داشتن کل ساکنان مدینه مسلمانان و یهودیان هم باید طبق قراردادی که داشتن در این پیمان باید در این دیه مشارکت می‌کردن و چند شتر رو میدادن. رسول الله علیه السلام رفتن تا شترها رو از اونها بگیرن و اونها نقشه کشیدن تا در اونجا رسول الله علیه السلام پای دیواری نشسته بودن که از بالای سر اونها سنگ بزرگی رو بر سر اونها بیاندازن و اونها رو به شهادت برسانن که جبرئیل امین علیه السلام بر رسول الله علیه السلام نازل شد و ایشون رو خبر داد از این نقشه یهودیان بنی نضیر و رسول الله علیه السلام حرکت کردند و رفتن و اعلان جهاد کردند بر علیه بنی نضیر و رسول الله علیه السلام 10 روز به اونها فرصت دادن و مهلت دادن تا مدینه منوره رو ترک بکنن. اما منافقان از داخل مدینه به اونها گفتن ما به شما کمک میکنیم، نرید 2000 نیرو میفرستیم در قلعه های شما بیان و اونجا باشن به همراه شما و از شما حمایت بکنن. و به این خاطر اونها جرأت پیدا کردن و نشستن و نرفتن و رسول الله علیه السلام قلعه های اونها رو محاصره کردن و همچنین دستور دادن تا نخلستان های اونها که بسیار زیاد هم بود و امید تجارت اونها بود اونها رو از بین ببرن. به دستور الله متعال و نخلستان هایشون رو با آتش کشیدن تا اونها بدانن که دیگر جایی برای ماندن ندارن و ناامید شدن. بعد از اینکه نخلستان های اونها با آتش کشیده شد منافقین هم از حمایت اونها سرباز زدن. چند روزی محاصره بودن، بعد پیشنهاد دادن که ما ترک میکنیم مدینه رو و میریم و راضی شدن که منطقه رو ترک بکنن و منطقه شام رفتن.
و برخی از اونها در منطقه خیبر ساکن شدند. این آیات سوره مبارکه حشر بیشتر به بررسی این موضوع و احکام مرتبط با این موضوع میپردازه. در سوره مبارکه حشر اینگونه میخوانیم که الله تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح میگویند هر آنچه که در آسمان ها هستند و هر آنچه که در زمین هستند برای الله متعال. تمام ساکنان آسمان و تمام ساکنان زمین برای الله متعال تسبیح گوی هستند. و هو العزیز الحکیم، و او ذات با عزت با حکمت است. عزیز است، چیره و غالب است و عزت داره و قدرت داره و همچنین حکیم است، حکمت داره. بسیاری قدرت دارن و عزت دارن اما حکمت ندارن، نمیدونن که از این قدرتشون چطور استفاده بکنن. اما الله متعال این گونه نیست، عزیز حکیم است، عزت داره و میدونه که و حکمت داره و توانایی داره که چگونه از عزت خودش و این قدرت خودش استفاده بکنه. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم. او ذاتی است که اخراج کرد و بیرون کرد کسانی رو که کافر شده بودن از اهل کتاب، کفر کردن، یهودیان بنی نظیر که قبول نکردن دعوت الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و کفر کردن به دعوت او و کافر شدن. من دیارهم، از سرزمینشان آنها رو اخراج کرد و بیرون کرد. لاول الحشر، در اولین گرد همایی که بر علیه یهودیان انجام شد، در اولین گرد همایی بزرگی که بر علیه آنها بود. ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی‌کردید که آنها خارج بشن. یهودیان بنی نظیر قدرت داشتن و توانایی داشتن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، آنها گمان می‌کردند که قلعه های اونها مانع اونها خواهد شد و نگه می‌داره اونها رو از گرفت الله متعال. نه مسلمان ها گمان می‌کردند که اینها از قلعه های خودشون خارج بشن و اخراج بشن و بنی نظیر به این راحتی از بین بره. نه خودشون فکر می‌کردن که اون قدرتی که دارن، ثروتی که دارن، نیرویی که دارن، قلعه هایی که دارن، سلاحی که در اختیار دارن، این گونه ناکارآمد خواهد ماند و این گونه در این مجال و در این میدان شکست خواهند خورد. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اما الله متعال از جایی که هیچ گمان نمی‌کردن به سراغشان آمد، گرفت الله متعال، مؤاخذه الله متعال طوری اونها رو گرفت که هرگز گمانشون را نمی‌کردن. این آیه من و شما میرسونه که هیچ وقت به حیله و تدبیر و سلاح و قدرت دشمن مغرور نشو. هر چقدر قدرتمند باشه، هر چقدر سلاح داشته باشه، هر چقدر که توانایی داشته باشه، در اوج قدرتش و تواناییش و وقتی که گمان میکنه بیشترین قدرت رو داره و توانایی رو داره و شما در اوج احساس ضعف هستید و هرگز فکر نمی‌کنید که اون شکست بخوره، الله متعال از جای اونها رو شکست میده و از بین میبره که هرگز گمانش رو نمی‌کردن و حتی شما هم گمانش رو نمی‌کردید. گمان شما این است که دشمن خیلی قوی است. گمان دشمن اینه که خیلی قوی هست. هم شما و هم دشمن فکر میکنید که دشمن پیروز این میدان است، اما الله متعال از جای دشمن رو از بین میبره که نه دشمن گمان میکنه و نه حتی مسلمان ها باورشون میشه. هر چقدر دشمن قوی باشه الله قوی تر است. این درس این آیه است. هر چقدر دشمن قوی باشه و مسلمان ضعیف، اما الله قوی تر از دشمن است و نه گمان مسلمان در عدم شکست دشمن و نه گمان خود دشمن برای قدرتش و عزتش، هیچ کنون از اینها مانع شکست دشمن به دست الله متعال نخواهد شد و الله متعال اون چیزی رو که بخواد اتفاق میفته. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، شما گمان نمی‌کردید که اونها خارج بشن، اونها هم هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این قلعه های اونها رو این گونه تنها بگذاره و فکر می‌کردن در برابر الله متعال قلعه های اونها رو محافظت خواهد کرد. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از جایی که گمان نمی‌کردن، هرگز در زمانی که گمان نمی‌کردن، الله متعال به سراغ اونها رفت. و قذف فی قلوبهم الرعب، و در دلهای آنها ترس و رعب انداخت.
و ترسیدن. بعد از مدتی محاصره شدن و تسلیم شدن و آمدن و گفتن، پیشنهاد دادن که ما میریم بیرون میشیم. بعد از اینکه منافقان به اونها وعده دادن و اول اونها جرأت پیدا کردن و گفتن محمد هر کاری که دوست داری بکن، ما در برابر تو ایستادگی میکنیم. بعد از اینکه محاصره شدن تسلیم شدن و شکست خوردن. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین. اینها از اینکه اون خانه های اونها، قصرهای اونها، آبادی هایی که داخل قلعه های خودشون داشتن به دست مسلمانان نیفته، خودشون با دست خودشون خانه خودشون رو خراب کردن. خودشون با دست خودشون خانه خودشون رو خراب کردن تا مسلمان ها از اونها استفاده نکنن و به دست مسلمان ها نیفت. رسول الله علیه السلام موافقت کردند که اونها فقط به اندازه بار شترهای خودشون از آنچه که دارن با خود ببرن و حتی حق ندارن سلاح با خود حمل بکنن و غیر از سلاح هر چی میخوان ببرن. اونها هر چی که میتونستن رو خراب کردن و بار شترها کردن. حتی برخی از شاخه‌ها و تنهای درختهایی رو که میتونستن در خونه ها استفاده بکنن بر پشت شترها بستن و با خودشون بردن. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین. اون خونه هایی هم که سالم مونده بود مؤمنان اونها را خراب کردن. آنچه که باقی مونده بود به دست اونها خراب نشده بود مسلمان ها همه رو پاک کردن و یک دست کردن. کی گمان میکرد در اون زمان در مدینه منوره در اوج جنگ مسلمان ها با قریش بعد از احد و اون شکست سخت و تلخ در احد و 70 شهید، این گونه بنی نضیر به دست مسلمان ها شکست بخوره، خودشون با دست خودشون خانه های خودشون رو خراب بکنن و برن و باقی مانده خانه ها رو مسلمان ها خراب بکنن. فاعتبروا یا اولی الابصار. پند بگیرید ای صاحبان بصیرت، ای کسانی که اهل خرد و دانشید، ای کسانی که نگاه عمیقی به داستان دارید و حکایت ها دارید. از این داستان درس بگیرید و عبرت بگیرید که هیچ وقت توی مسلمان در اوج ضعف امتت ناامید نشو، ولی اینکه دشمنت در اوج جبروت و کبریا و غرور و استکبار خودش باشه که فتح الله متعال وقتی بیاد از جای میاد که نه تو گمان میکنی و نه اون گمان میکنه. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء. و اگر این گونه نبود که الله متعال مقدر کرده بود برای اونها جلای وطن رو. جلا یعنی رفتن با تمام خانه و خانواده، ترک سرزمین به همراه کل خانه و خانواده و خویشاوندان. اگر الله متعال برای اونها این تقدیر رو و سرنوشت رو رقم نزده بود، لعذبهم فی الدنیا، اونها رو در دنیا عذاب میکرد، به دست مسلمان ها همه اونها رو میکشت. ولهم فی الاخرة عذاب النار. و در آخرت هم که عذاب دوزخ و عذاب آتش منتظر آنهاست. ذلک بانهم شاقوا الله و رسوله. این به خاطر آن هست که اونها دشمنی کردند با الله تعالی و رسولش. و من یشاقق الله فان الله شدید العقاب. هر کسی که با الله دشمنی بکنه، الله متعال بسیار گرفت سختی داره. عقاب الله متعال و گرفت الله متعال بسیار سخت است و مجازات الله متعال بسیار سخت است. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فباذن الله. آنچه که شما قطع کردید از نخله ها، وقتی نخله ها رو قطع کردن، یهودیان گفتن محمد مگه تو ادعا نمی‌کنی که برای اصلاح اومدی؟ این که شر است، این که فساد است روی زمین. این آیه نازل شد ما قطعتم من لینة. هیچ درخت خرما و تنه خرمایی رو شما قطع نکردید. او ترکتموها، یا هیچ نخلی رو شما بر قائمة علی اصولها، بر اون ریشه و پایش باقی نگذاشتید. فباذن الله، مگر به اذن الله تعالی و به دستور او. ولیخزی الفاسقین، و به خاطر اینکه الله متعال فاسقان رو خوار بکنه. این دستور الله متعال بود، وحی الهی بوده که این نخلستان ها این قسمتش خراب بشه، اینش باقی بمونه و اینش از بین بره. این دستور الهی است و محمد و یارانش از پیش خود این کار رو انجام ندادن. و ما افاء الله علی رسوله. در این جنگ غنیمت های زیادی نصیب مسلمان ها شد. رسول الله علیه السلام و یارانش
با پای پیاده آمدن. جنوب مدینه است، اون جزء شهر مدینه است، این منطقه داخل شهر. همینجوری آمدن، پیاده آمدن، مدت زمان زیادی نگرفت و شطوری کسی آنچنان سوار نشد، اسبی دوانده نشد، جنگ صورت نگرفت. در این جریان آنچه که باقی ماند از غنیمت ها، اینها رو در شریعت غنیمتی که بدون جنگ نصیب مسلمان ها بشه، این رو بهش میگن مال فی. مال فی. الله متعال درباره نحوه استفاده مال فی در این آیات صحبت فرمود. و ما افاء الله علی رسوله منهم، آن مال فیئی که الله متعال نصیب رسولش کرد از آنها، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما هیچ اسبی و یا شتری را نتازاندید و سوار نشدید به خاطر این مالها، یعنی جنگ صورت نگرفت و لشکرکشی که شد پیاده رفتید و به راحتی و به سادگی این غنایم را به دست آوردید. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، الله متعال است که مسلط می کند رسولان خودش رو بر هر چه که بخواد. والله علی کل شیء قدیر، و الله متعال بر هر شیء قادر است. این قدرت الله متعال بود. پس این یک مقدمه برای آیه بعدی که الله متعال تقسیم میکنه این مال رو و نحوه استفاده این مال رو مشخص میکنه. افاء الله علی رسوله من اهل القرى، آنچه که مال فیعی شده و نصیب مسلمانان شده، آنچه از مال فیعی که الله تعالی بر رسولش از اهل القرى، از اهل این بادیه ها و این منطقه نصیب فرموده، فلله وللرسول، از برای الله متعال است که هر جوری بخواد صرف میکنه، رسول الله دربارش تصمیم میگیره. وللرسول، و مال رسول الله علیه السلام است. رسول الله علیه السلام برای خود و خانواده خود استفاده می‌فرماید. ولذی القربى، و برای خویشاوندان رسول الله علیه السلام است از بنی هاشم، زیرا که بنی هاشم اجازه نداشتن صدقه استفاده بکنن و بنی عبدالمطلب و سادات تا به امروز رسول الله علیه السلام خانواده خود و خاندان خود را از گرفتن صدقه منع کرد. الله متعال مال فی رو در اختیار اونها قرار داد و غنیمت رو، و همچنین برای یتیم هاست، والیتام والمساکین و ابن السبیل، برای یتیم هاست، برای مساکین است و برای کسانی که درمانده هستند، در راه ماندن، کسانی که پول دارن اما در راه در سفری محتاج شدن و در راه مانده ها هستند، و کسانی که در راه دین خارج شدن و کسانی که در راه دین تلاش میکنن و زحمت میکشن، که لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تا این مال دست به دست نشد. دولتاً مثل کلمه متداول هست، تا متداول نباشه، دست به دست نشه. بین الاغنیاء منکم، تا این مال در بین تاجران فقط دست به دست نشه، ثروتمندان فقط حق نداشته باشن، یتیم، مسکین، در راه مانده و خانواده رسول الله علیه السلام و خویشاوندانش از این مال استفاده میکنن. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که رسول الله علیه السلام به شما داده است بگیرید، و آنچه که از آن نهی کرده است فانتهوا، از آن خود رو باز دارید. ابتدای این آیه درباره مال فی نازل شد، یعنی که از مال فی اگر رسول الله علیه السلام چیزی به شما داد بگیرید، و اگر نداد و شما رو منع کرد از این که بر ندارید از این مال، بر ندارید. این در سیاق داستان معناش این بود، اما این خودش یک قاعده کلی است. ما در قرآن قاعده های مختلفی داریم. این قاعده کل سنت رسول الله علیه السلام رو در خود جای میده. و ما آتاکم الرسول فخذوه، ما یک قاعده کلی داریم، العبرة به عموم اللفظ ولا به خصوص السبب. عبرت گرفتن از لفظ آیه است، نه شأن نزولش. شأن نزول رو هم در بر میگیره. یک قاعده کلی، و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر آنچه که رسول الله علیه السلام به شما میفرماید انجام بدید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی رو که شما رو منع میکنه از اون، شما خود رو باز بدارید از اون، انجام ندید. وقتی فرمودین این کار رو نکنید. وقتی فرمودین این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید. این دستور الله متعال است. آنچه که رسول الله به شما امر کرده انجام بدید، آنچه که شما رو از اون منع کرده، نهی کرده، او رو انجام ندید. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این قانون کلی است.
سنت رسول الله علیه السلام رو بپذیرید، قبول بکنید، دستورش رو قبول بکنید که دستور او و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت از رسول الله اطاعت از الله متعال است. اونطور نشه که سنت صحیح رسول الله علیه السلام رو بگید با عقل منجور در نمیاد، بخواید بر دلایل مختلف رد بکنید. شما امر شده، الله متعال ما را امر کرده که از رسول الله علیه السلام اطاعت بکنیم. چرا؟ و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحى. از پیش خود چیزی رو امر نمیکنه مگر آنچه که بهش وحی میشه. هر چی رسول الله علیه السلام میفرماید وحی الله متعال است. واتقوا الله، بترسید از الله متعال، از اینکه مخالفت بکنید با دستور رسول الله علیه السلام، سرپیچی بکنید از دستوراتش، از سنتش، که ان الله شدید العقاب، که الله متعال بسیار گرفت سختی دارد. اطاعت از الله متعال بدون اطاعت از رسول الله علیه السلام ممکن نیست. فهم قرآن بدون فهم سنت ممکن نیست. اسلام کتاب و سنت رسول علیه السلام است و این دو تا اگر جدا شدن اون موقع انسان گمراه میشه. ان الله شدید العقاب، الله متعال گرفت بسیار سختی داره و مواظب باشید. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم، همچنین مال فی برای فقرای مهاجرین است که اخرجوا من دیارهم، اخراج شدن از سرزمین خود. کسانی که از مکه هجرت کردن الله تعالی اونها رو فقیر نامید، ولی با وجود این که در این آیه فرمود اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینها از خانه و کاشانه و اموالشون خارج شدن، به این معنی که مال داشتن، ثروتمند بودن، اما مجبور شدن خانه ها و مال تجارتشون رو بگذارن و جانشون رو به کف بگیرن و به همراه خانواده حرکت بکنن. چرا هجرت کردن؟ مهاجرین ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر رضی الله عنهم چرا هجرت کردن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به دنبال فضل الله تعالی و رضایت او بودن. الله متعال میفرماید همه کسانی که هجرت کردن از مکه و مدینه به دنبال مال دنیا نبودن، به دنبال پست و مقام نبودن، به دنبال آینده‌ای برای خود نبودن که به این فکر باشن در آینده ما حاکم خواهیم شد و والی خواهیم شد. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به دنبال فضل الله تعالی و رضایت الله تعالی بودن. و ینصرون الله و رسوله، و به دنبال این بودن که الله تعالی رو یاری بکنن، دینش رو، و نصرت بکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. اولئک هم الصادقون، آنها صادقان هستند. اینها صادق بودن، اینها در دینشون، در اعتقادشون، در رفتارشون، در گفتارشون صادق بودن. اینها را الله تعالی تایید میکنه که اینها صادق بودن و میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، در سوره مبارکه توبه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از الله تعالی بترسید و همراه صادقان باشید. اینها مصداق اول صادقان هستند، مهاجرینی که از مکه هجرت کردند. و در مقابل انصار رو داریم و باز میفرماید الله تعالی مال فی همچنین برای انصار است. والذین، کسانی که تبوأوا الدار والایمان، کسانی که خانه و ایمان رو آماده کرده بودن، من قبلهم، مدینه رو سکنا گزیده بودن و ایمان آورده بودن، من قبلهم، قبل از هجرت مهاجرین به مدینه، یحبون من هاجر الیهم، اینها دوست داشتن کسانی رو که به سمت اونها هجرت میکنن. انصار مهاجرین رو دوست داشتن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و در دل هیچ احساس بدی نسبت به آنچه که به اینها داده میشد نداشتن. وقتی به مهاجرین شیئی داده میشد و به اونها داده نمیشد، اینها در دلشون چیزی نداشتن. اینها اونها رو دوست داشتن. این گونه نبود که ناراحت بشن که چرا جای ما رو گرفتن. حتی مالشون رو با اونها تقسیم کردن، خانه خودشون رو با اونها تقسیم کردن، با اونها شریک شدن، زندگی خود رو با اونها به شراکت گذاشتن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، درباره آنچه که مهاجرین داده شده بود در دل اینها هیچ چیزی نبود. ناراحت نبودن از این که چرا به اونها شیئی داده میشه و به ما داده نمیشه. و یؤثرون علی انفسهم، و بلکه اونها رو بر خود ترجیح میدادن، ایثار میکردن. ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خود انصار شدیداً به یک شیء نیاز داشتن، خودشون شدیداً محتاج بودن. ایثار مرحله‌ای بسیار بالاست. ایثار مرحله‌ای که انسان یک شیئی رو که خودش نیاز داره به کسی میبخشه. صدقه اینه که انسان یک شیئی رو داره، یک بخشش رو میده به کسی.
شاید زیاد هم هست، نیازی بهش نداره، اما ایثار اینه که انسان همون چیزی رو که داره و خودش شدیداً نیاز داره میبخشه به کسی دیگری. این نیرو رو جز در دین، جز در بین کسانی که به خاطر الله با هم دوست شدن نمیشه یافت. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار رو الله تعالی میفرماید مهاجرین رو بدخورد ترجیح میدادن ولو اینکه خود شدیداً باز نیاز داشتن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و هر کسی که بخل نفس خود رو از او دور نگه داشته شده باشه، هر کسی که بخل نفسش، بخیلی از او دور نگه داشته شده باشه، او رستگار شده. الله متعال اینها رو رستگار میداند. الله متعال انصار رو میفرماید مفلح هستند و رستگار شدن. مسلمان ها سه دستن، یا مهاجرینن، یا انصارن، یا آیه بعد. آیه 8، 9 و 10 سوره 8 رو به خاطر بسپارید. آیه 8 درباره مهاجرین و آیه 9 درباره انصار و آیه 10 درباره بقیه امت. من و تو در این آیه 10 باید باشیم. اگر مثل این آیه بودیم که خب، اگر نبودیم اون موقع وضعیت ما بد است. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که می آیند بعد از مهاجرین و انصار، یقولون، میگویند ربنا اغفر لنا، بار الله ما را ببخش، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، همچنین برادرانی که بر ما سبقت گرفتن در ایمان اونها رو هم ببخش. میگویند خدای ما رو ببخش و اونها رو هم ببخش. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در قلبهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردن کینه و بغضی قرار نده. کسانی که بعد از مهاجرین و انصار می آیند، الله متعال می فرماید اینها برای مهاجرین و انصار دعای خیر می کنند. خدای ما رو ببخش. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اونهایی که سبقت گرفتن، آنهایی که سبقت گرفتن بر ما در ایمان. اینها کیا هستند؟ اینها مهاجرینن، اینها انصارند که سبقت گرفتن. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، سبقت گیرندگان اولیه از مهاجرین و انصار، کسانی که در ایمان بر ما سبقت گرفتن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بار الله در قلبهای ما هیچ غل و غشی، هیچ کینه‌ای، هیچ بغضی نسبت به هیچ مؤمنی قرار نده، مخصوصا اون مؤمنین صدر اسلام، مخصوصا مهاجرین و مخصوصا انصار. ربنا انک رؤوف رحیم، بار الله تو بسیار مهربانی و تو بسیار بخشنده‌ای. هر مسلمانی که دای اسلام داره و این گونه نیست، دعا نمیکنه برای مهاجرین و انصار و اعلان رضایت نمیکنه از اونها، دعای خیر برای اونها نمیکنه، در اسلام خود تجدید نظر کنه. این آیه میفرماید والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار می آیند باید اینطور باشن، بگن خدایا ما رو ببخش. و کسانی که در ایمان بر ما سبقت گرفتن که مهاجرین و انصارن، چون میفرماید جاءوا من بعدهم، بعد از مهاجرین و انصار، و در دل نسبت به مؤمن هیچ کینه و بغضی ندارند. عبادت قلب یکی از بزرگترین عبادت‌های قلب است. قلب مسلمان نباید نسبت به یک مسلمان دیگه کینه و بغض داشته باشه. چقدر خوبه که اگر بتونیم قلبمون رو پاک کنیم. این دعا عجیب است. دعا می‌کنیم نسبت به کسانی که نه اونها رو دیدیم و خیلی از کسانی که اصلا اونها رو نمی‌شناسیم. این دعا نسبت به همه کسانی است که قبل ماست و در رأس اونها مهاجرین و انصار. دعا نسبت به امت‌هایی که قبل از ما بودن، مسلمان‌هایی که رفتن، نمیدونیم کی به دنیا آمدن، کجا به دنیا آمدن، نامشان چیست، چقدر زنده بودن، چه جور انسان‌هایی بودن، اما برای اونها دعا می‌کنیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دلت رو پاک کن از کینه نسبت به مؤمنان و مخصوصا صحابه رسول علیه السلام. نسبت به مؤمنان محبت داشته باش، دوست داشته باش اونها رو، برایشون دعای خیر بکن، ولی اونها رو نمیشناسی، تا رحمت الله تعالی نصیبت بشه. در آخر آیه میفهمد ربنا انک رؤوف رحیم، گویی که بعد از این که دلت رو پاک کردی، از خدا هم بخواد تا دلت رو پاک بکنه، کینه نداشته باش نسبت به مسلمان ها. اون موقع بگو ربنا انک رؤوف رحیم، بار الله تو بسیار بخشنده و بسیار مهربانی، تو الله تعالی تو رو ببخش، تو الله تعالی به تو رحم بکنه و الله تعالی تو رو معاف بکنه. عبادت قلبت رو فراموش نکن، قلبت رو پاک بکن از کینه همه انسان ها
از کینه نسبت به مسلمان ها، همه انسان های مسلمان و مخصوصا صحابه رسول علیه السلام و برای همه گذشتگان امت دعا بکن تا الله تعالی دعای تو رو بپذیره. چه خوش نصیبن کسانی که شب سر بر بالشت میگذارند و در دلشون هیچ بغضی نسبت به کسی ندارند از مسلمانان و اینها رستگار میشن. اینها پروردگار خودشون بسیار رؤوف و رحیم خواهند یافت در روز قیامت. الله متعال ما و شما رو از جمله این عده قرار بده. ممنون از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني